با هم بریم یه غذای گیلانی خوشمزه، ورقه گیلانی یاد بگیریم. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. سلام، فرزانه پناهی هستم. خوشحالم دوباره به آشپزخونه من سر زدید. یه غذای گیلانی خوشمزه که خیلی سریع هم درست میشه که احتیاج به گوشتم نداره. ورقه گیلانی. این غذا خیلی راحت درست میشه. از چند تا بادمجون و تخم مرغ درست شده با ادویه‌ای که داره. با کته‌ای که باهاش درست میکنیم. بادمجونا رو ما پوست میگیریم، همه رو آماده که کردیم به این صورت حلقه حلقه میکنیم، داخل آب میذاریم. حلقه هاشو یکم ضخیم‌تر بگیر، خیلی نازک نکنید. بعدا وقتی که حلقه حلقه کردید توش کمی نمک بریزید و اندازه‌ای بریزید که بادمجون شور بشه. بعد از اینکه 10 دقیقه موندهش میریزیم تو آبکش که آبش، ولی آب روش دیگه نمیریزیم، میذاریم فقط آبش بره. بعد بادمجونا رو خشک میکنیم، سرخ میکنیم. بادمجونا رو بعد از که آبکش کردم میذارم، آب روش نمیگیرم چون نمکش رو به اندازه ریختم که شور باشه. میذارم روی پارچه که کاملا خشک بشه. بعد تو تابه‌ای که روغن کاملا داغ کردم بادمجونا رو حلقه شده ها رو میریزم. اینجوری بادمجون روغن کمتری هم مصرف میکنه. شما با همین روغن میتونید کلی بادمجون سرخ کنید با این روشی که گفتم من. یه نکته که خیلی میپرسن کته رو چجوری درست کنیم، من یه فرمول بهتون میگم که کته‌تون خیلی عالی در بیاد. ببینیم برنج من الان 2 پیمونه شستم. 2 رو ضرب در 2 بکنید میشه 4، منهای 1 بکنید. پس 3 پیمونه آب داخلش بریزید، 1 پیمونه رو نگه دارید. پس ما 3 تا ریختیم برای 2 تا پیمونه آب. این 1 پیمونه رو وقتی نگه میداریم، وقتی که برنجمون جوش اومدش، وقتی که آبش خوش شد نگاه میکنیم. اگه آب احتیاج داشت این آب رو میریزیم، اگه آب احتیاج نداشت که این آب اصلا استفاده نمیکنیم. حالا من به شما نشون میدم. الان من دارم تو کلوپز درست میکنم، روشنش میکنم، درشم به این صورت میذارم تو کلوپز، میذارم آماده بشه. بعدا اگه آب احتیاج داشت بهتون نشون میدم که این یه دونه رو میتونیم بریزیم. بادمجونایی که سرخ شده یکی یکی برمیگردونیم. زیادم این توی این ورقه که غذای خوشمزه‌ایه، بادمجونا رو زیاد سرخ نکنید. خب تا تمام بادمجونای ما سرخ بشه من برم تخم مرغش آماده کنم که روش بریزم. خب ما الان میاییم مایه تخم مرغمون رو آماده میکنیم. ادویه‌هامون رو میریزیم: دارچین، زردچوبه‌ش رو کمی بیشتر بریزید، فلفل، نمک، بعد یه مقدار آب اضافه میکنیم بهش. ببینید به اندازه یه نصف استکان آب میریزیم. تقریبا حساب کنیم 4 قاشق میشه. کاملا ادویه رو با آب هم میزنیم. وقتی که کاملا هم خوردش ادویه‌مون، تخم مرغ‌ها رو داخلش میریزیم. من تخم مرغ‌ها رو یکی یکی میندازم که یه موقع خراب نباشه. الان برای این اندازه ورقه ما 6 تا من تخم مرغ استفاده میکنم. خب این احتیاج به آرد هیچی نداره، همین مایه ما هستش که میریزیم روی بادمجونمون. کاملا هم میزنیم. اگه ادویه‌هاش هم دور و برش بود تمیز میکنیم. خب الان این کاملا مخلوط شده. من الان این مواد رو روی بادمجونام میریزم. حالا مخلوط تخم مرغ و ادویه ها رو روی بادمجونامون میریزیم. به همین راحتی این غذا رو درست میشه. حتما موقعی درست کنید که برنجتون آماده باشه، با یه برنج گرم با کته خوشمزه آماده بشه. درش رو میذاریم الان تا پخته بشه. خب برنج من ببینید بچه ها، نگاه کنید الان یه همه کوچیک میزنم. ببین آبش اندازه است، پس احتیاجی نیست من این آب رو بریزم. بازم میذارم کامل آب این خشک بشه.
10 دقیقه آخر اگه نگاه میکنم اگه آبش کم بود میریزم، ولی الان آب احتیاج اصلا نداره. میذارم برنجم دم بکشه. خب ببینید بادمجون رو با تخم مرغ ما چه پفی کرده. اینو میذاریم قشنگ پفش که کرد 4 قسمتش میکنیم، بعد برمیگردونیم. اگه بخوایم طلایی تر بشه، قهوه‌ای تر بشه، بیشتر میذاریم. این یه غذای خیلی خوشمزه است با کته کرم توش بریزید با ترشی و پیاز و یه غذای بسیار خوشمزه و راحته دیگه. درش هم احتیاج نیست بذاریم. میذاریم یک کم حدود 5 دقیقه اون طرفش بشه کافیه. الان که این برنج من که دیدم، ببین برنجمون کاملا دون شده. یه کوچولو از این آبمون که نگه داشتیم کنار، یه کوچولو من میریزم، تقریبا نصفشو میذارم دوباره دم بکشه. آماده خب برنج ما آماده شده. من به همین صورت برش میگردونم. خب اینم ورقه های ما آماده شده. در کنار کته یه غذای خیلی خوشمزه است. حتما بهتون پیشنهاد میکنم این غذا رو تو سر سفره‌هاتون بیارید. در عرض نیم ساعت درست میشه. این کته ما آماده شده. ببینید با این تردیکش که زیاد تردیکش نبسته بودم. غذای گیلانی خوشمزه ما آماده شده. بسیارم راحت درست میشه. با 2 قلم مواد تخم مرغ و بادمجون درست میشه، با یک کته خوشمزه که با کره سرو میشه یا روغن محلی و ترشی. یه غذای کامل و خیلی خوشمزه و سریع هم درست میشه. اگه دوست داشتید آشپزی منو سابسکرایب کنید، کانال ما رو لایک کنید، برای دوستاتونم بفرستید. ممنون از اینکه همراه من بودید. خیلی دوستتون دارم. خب یکم از این غذامون بکشیم بخوریم ببینید چقدر خوب شده. نگاه کنید این پشتشه، اینم روش. یه غذای خوشمزه. نگاه کنید بادمجوناش قشنگ سرخ شده. خب این غذای خوشمزه شما بفرمایید. خیلی خوشمزه.